سلام. راستش نمیدونم نوارا کی میبینه کی میبینه، اما ما الکی قسمتی زیادی سایت اپلود کردم و ساعت چند است؟ ساعت نیم. کتابی شاهزاده خردک یعنی اینطوری میرود. بعد خب ساعت از ما میبینیم ساعت یک و شش شب است. کار کردستم با کامپیوتر. خوشبختانه کار داریم و در یک هفت روزی کاری دارم. ما ساعت 8 تا 6 روزی که زحمت و کار چیزیم داریم چگونه است. یعنی برنامه ما پادکست یک سیزیف است، یعنی داستان سیزیف. ملیکا جاند هست در اینجا. انسان در جستجوی معنا با همراهی قربان سفر و فرزانه است و قربان و صبرینه است، یعنی داستان فیل و شاهزاده خردک. یعنی کلا مرحله خواندگیم شد. بعد اودیو کتابی یعنی کتابخوان آنلاین طریق اودیو کتاب نشد. خب شب خوش برای شما. ما تلاشی کار میکنم.